برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، سلام و درود بی پایان به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی. خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. حالا با کمال میل شوکت محمد برنامه امروزه را برایتان تقدیم میکنم و امروز ما درباره رشوه و فساد و ساحه علاقه صحبت میکنیم. یعنی ما به شما وعده کرده بودیم که درباره فسادکاری در تاجیکستان در همه ساحه ها صحبت کرده میگذاریم و چندی از صحبت های هم شده بود. می توانید شما در کانال یوتیوبی پیام تیوی پیدا کنید و آن را تماشا کنید. اما امروز ما درباره فساد در ساحه علاقه صحبت میکنیم. فساد رشوه‌خواری در ساحه علاقه صحبت میکنیم و یکایی که شما میدونید که امروز نیاز به ساحه علاقه در جامعه خیلی زیاد است، اما ساحه علاقه در تاجیکستان با وجود اینکه در نهایت فسادکاری، فسادزدگی و رشوه‌خواری قرار دارد، فعالیتش تقریباً 20-25 سال از زمان حاضر عاقب است. یعنی به آخرهای عصر 20 راست می آید. حالا تماشابینان عزیز، امیدوارم معلومات هایی که ما امروز گرد آورده ایم صحبت میکنیم به شما پسند می شود و برای همین هم خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید و نفرانی که نو صحبت ما را گوش میکنید، میشنوید و تماشا میکنید و اما به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نشده اید، خواهش میکنم آبونه شوید و من بعد این گونه برنامه ها تقدیم شما می شود. ضرر اقتصادی که رشوه‌خواری و فساد در ساحه ارتباط و مخابرات به اقتصاد و عموما کل تاجیکستان میرساند اندازه ندارد، حساب کرده نمی شود. برای حساب کردن این ضرر باید تمام ساحه ها در کشور، سر از اقتصاد و سودا و خدمترسانی تا طب و معارف و کشاورزی و حتی ساحه هایی که ظاهراً به ساحه ارتباط و مخابرات هیچ ارتباطی ندارند، مثلا استخراج انگشت، حساب کرده شود. برای این سالها لازم است که و در گمان است که کدام نهاده در کدام زمان این کار را به دوش گیرد. در عصر اینترنت و ارتباط و مخابرات که رشد این ساحه کلید موفقیت کشور و رکود آن مایه اصلی عقب ماندگی کشور محسوب می شود، این ساحه علاقه به دست نفر سپرده شد که نه تنها متخصص ساحه نیست، بلکه در عموم نفر بی سواد، بی صلاحیت، دزد، فسادکار و بی انصاف است و ریشه این مصیبت بزرگ کشور رشوه، فسادکاری می باشد. البته برای افراد غیر متخصص و آنهایی که موضوع را پیگیری نمی کنند درک مسئله کمی مشکل تر است و ما هم کوشش میکنیم که این بحث تا حد امکان مردم فهم باشد. جنبه علمی این مسئله باید از طرف متخصصان و در رسانه های علمی به بحث کشیده شود. ما اینجا بحث علمی نمی کنیم. ما اینجا کوشش میکنیم که شما تماشابینان گرامی درک کنید که گپ درباره چی است. همون گونه که بیشتری آنهایی که موضوع را پیگیری نمی کنند به درک حجم ضرری به دست غیر متخصصان و رشوه‌خواران و دزدان سپاریدن ساحه کمتر می روند. حکومت تاجیکستان به خصوص رهبریت آن نیز یا جدیت مسئله را کاملا درک نمی کند و یا برایش رشد و پیشروی کشور کمترین اهمیت ندارد. ضرر عقب ماندگی این ساحه
که به یکی از عقب مانده ترین در جهان تبدیل شده است، از ضرر بی‌برقی و بی‌آبی نیست. این را به اینابت گیرید تماشابینان عزیز. قطعی برای مثال یک ساعته اینترنت که به همین ساحه علاقه ربط دارد، قطعی یک ساعته اینترنت میتواند به اقتصاد همان قدر ضرر آورد که آبرسانی به تمام ساحه کشاورزی کشور یک ماه قطع گردد. یک ساعت اینترنت قطع شود، ضررش همان قدر است که اگر به تمام کشتزارهای تاجیکستان یک ماه آب نداده شود و همه سوخته رود. همین قدر ضرر دارد. بی‌توجهی به این ساحه مهمترین در عصر حاضر، در عصر 21، مثل این است که از استفاده تکنیک در همه ساحه ها دست کشی و اعلان کنی که برای بیشتر کردن جایهای کاری ما همه کار را دستی انجام میدهیم. حالا به گردن گاو و خر یوغ میبندیم، زمین را بدون تراکتور شودگار میکنیم. همین خیلی گفتنی گپ است. رکود ساحه، عقب ماندگی ساحه علاقه از کجا سر شد؟ از زمان تعیین بیک صبوری سال 2011 و تا به حال این عقب ماندگی ادامه دارد. حساب ضرری که به اقتصاد و اجتماعیات، معارف و طب، خدمت رسانی و همه ساحه های دیگر از جمله سیاست، همین حساب ضرری که از تعیین بیک صبور وارد شد تقریبا امکان ندارد که حساب کرده شود. شاید به ده ها میلیارد دلار میرسد. این کار از کجا شروع شد؟ بیک صبور از کجا آمد؟ بیک صبور خویش محمد ظاهر صاحبوف خویشاوند است، داماد کلانی رئیس جمهور امام علی رحمان. بیک صبور با عوض 100,000 دلار رشوه سال 2006 به وظیفه معاون رئیس خدمات علاقه تعیین شد. 100,000 دلار رشوه داد، تعیین شد. تا زمان معاون رئیس علاقه خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شدنش در مسکو به تجارت مشغول بود بیک صبور و در شرکت خصوصیش به نام واسع رهبری میکرد. طبق معلوماتی که به ما رسیده است از یک نفر نزدیکش، بیک صبور برای رسیدن به این وظیفه 100,000 دلار رشوه پرداخت کرده است. 100,000. به گفته نفری که این معلومات را به ما رساند، در اصل قیمت این کرسی، یعنی رئیس خدمات علاقه شدن، 2 برابر بیشتر بوده است، یعنی 200,000 دلار زیادتر. اما داماد رئیس جمهور صاحبوف دخالت میکند تا به این خویشش در نرخ منصب، در نرخ کرسی سبکی بیاید. یعنی زیاده از 200,000 دلار نیو، همون 100,000 دلار کتی معاونی رئیس خدمات علاقه شود. اما بعد رسیدن به این منصب، بیک صبور با کمک دستگیری صاحبوف داماد رئیس جمهور بیزنسش را از فروش بناهای خدمات شروع می کند و آنقدر مبلغ به دست می بیارد که می تواند کرسی رئیسی خدمات را بخرد. بیشتر پول جمع می کند، معاون بود، بعد رئیس می شود. حالا شاید در اون وقت هم رئیسی را خریدنی بود، اما پولش نمی رسد، خیر معاون می شود، بعد پول را جمع می کند و از حساب همین فروش انشاءات های این نهاد خدمات رئیسی را می خرد. اما تماشابینان عزیز، متاسفانه به ما میسر نشد معین کنیم که
بک صبور برای کرسی رئیس خدمات علاقه چقدر رشوه پرداخته است معین کرده نشد. انا کو ببینید بک صبور با چرب زبانی و هنری والای تملقه که طبق گفته شاهدان دارد توانسته است دل امام علی رحمان را به دست دارد و به خداگی امام علی رحمان شرف یاب شود. این موفقیت یعنی خدای رئیس جمهور شدن بک صبوری را به کاسته اولی تاجیکستان یعنی خانواده رئیس جمهور وارد میکند و دستش را در غارت این ساحه و به نابودی رسانیدن آن کاملا باز میکند. دوامی 10 سال از اول سالهای 2000 تا رسیدن بک صبوری به رهبریت ساحه علاقه تاجیکستان از بخش‌های با سرعت رشد کننده اقتصاد کشور محسوب می‌یافت و پیشرفته ترین در آسیای میانه بود تا جایی که افغانستان و ایران نیت داشتن از خدمت رسانی ساحه علاقه تاجیکستان استفاده کنند. اهمیت دهید تماشاگران عزیز، اگر در سال 2005 تاجیکستان اولین کشور در آسیای میانه بود که استاندارد 3G یعنی 3G را راه اندازی کرد، بعد 5 سال رهبری بک صبور یعنی در سال 2016 این ساحه به قفامانده ترین کشور در این مسئله تبدیل شد. در همین ساحه اینترنت رسانی. حالان که در آن سالها تاجیکستان در صفت علاقه و نرخ آن با روسیه و اوکراین رقابت میکرد. اگر حساب کردن ضرر رکودی عقب ماندگی ساحه علاقه به ساحه های دیگر و عموما کشور امکان ندارد، ضرر بک صبور به خود ساحه را تا حد می شود حساب کرد. باید یک حساب میکنیم. بک صبور تنها در چرب زبانی و تملق استاد نیست. بک صبور می تواند از موقع بسیار خوب استفاده کند. برای مثال همه اقدامات غارتگرانه اش در ساحه زیر نظارتش را بک صبور به امنیت کشور ربط می‌دهد و هر کسی مخالف برآمد در حال سوال پیش می‌آورد. اوی گپ زده ایستادید، ضدیت کرده ایستادید، شما به سیاست پیش گرفته جناب عالی یا که شما به سیاست پیش گرفته پیشوای ملت برای امنیت کشور مخالف هستید؟ وقتی که این سوال داده می شود دهان اعتراضگر بسته می شود. وقتی که این سوال داده می شود طرف مقابل به دهانش گپ نمی بیاید، چون که اگر یگان گپ زده ماند وضعیتش متشنج می شود، به سرش صد بلا می بیاید. این را می داند. تمام خلاص می شود از اعتراضگر. کسی که اعتراض کرد که مثلا گریم بک صبور صورت اینترنت رو پس کرده است و این صورت اینترنت رو پس کردن رو به امنیت کشور ربط می‌دهد و اگر اعتراض کرد میگوید تو به سیاست دولت ضد هستی، به همین تمام خلاص. با همین بهانه بک صبور مخابرات ارزانی NGN را که صدها هزار نفر خصوصا مهاجران استفاده میکردند بست نیست کرد. پشته های بین المللی DHL، TNT، UPS و فونی اکسپرس و غیره مثل همین را از سر راهش دور کرد. فروش سیم کارت را منوپولیا کرد. شرکت های موبیلی کشور را به زمین نشاند. همش را خواست بانکرات کرده پرتاید. برای ضعیف کردن شرکت های موبیلی بک صبور از خدمت دوست نزدیکش
که کی را در نظر دارم؟ رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده سر کار میگیرد. دولتزاده هم که فهمشش، شناختش از منفعت های دولت و ضرورت رشد ساحه ارتباط و مخابرات از شناخت پیشوایش و بک صبور بیشتر نیست، ضربه جانکاه به ساحه علاقه زده است. چیکار کرد نصرت الله دولتزاده؟ اول انداز اکسیزی 3% جاری کرد، سپس در سال 2014 به 4% رساند. 3% 4% شد. یادتان باشد در سال 2012 خدمات علاقه بدون شرح سبب شرکت های موبیلی را موظف کرد که نرخ تماس با روسیه را نه کمتر از 12 سنت آمریکایی مقرر کنند. حالا تا همین وقت، تا این فرمان، تا این قرار، نرخ تماس تلفنی با روسیه از 1 تا 6 سنت را تشکیل میداد. با 1 سنت مردم گپ میزد. اینها گرفتن مینیموم 12 سنت شود. سال 2017 بک صبور به هر سیم کارت 80 درمی انداز ماهانه مقرر کرد. یعنی علاوه به ابوننتسک پلاتا باز انداز ماهانه 80 درمی انداز میسپرید. این قرارها ضربه های علاوگی به ساحه مخابرات کشور بودند و جریمه های هنگفتی تحمیل شده به شرکت های موبیلی بر ضمن این ضربه ها باعث شدند شرکت های موبیلی همان سال را با ضرر تمام کنند. یعنی همهشان ضرر بینند. ببینید همان سال 3 شرکت موبیلی تیسل، شرکت موبیلی مگافون و شرکت موبیلی بلاین از جانب کمیته انداز با همدستی البته بک صبور جریمه شدند. شرکت موبیلی بلاین 151 میلیون و 300 هزار سومانی، شرکت مگافون 155 میلیون سومانی و شرکت تیسل نیز 155 میلیون سومانی جریمه پرداخت کردند. بک صبوری در همین حال بک صبور چیکار کرد؟ در حالی که این شرکت ها را با جریمه های هنگفتش به زمین شیناند، نرخ را بالا برداشت و هاکذاها، بک صبور شرکت موبیلی را زیر سرپرستی تاجیک تلکام با نام تاجیک موبایل تأسیس داد و کوشش کرد که قسم هرچی بیشتری بازار را از خود کند. در حالت سست کردن دیگر شرکت ها کوشش کرد که تاجیک موبایل را تشکیل کند و بازار موبیلی را از خود کند. این شرکت را گویا دولتی تشکیل کرده بودند. گویا شرکت دولتی بود، ولی در اصل تمام عملیات مالیوی خدمات علاقه و تاجیک تلکام در اختیار شرکت های شخصی بک و فرزندانش است. یگانه سببی که این شرکت نتوانست رشد کند منیجری خوب نبودن بک صبور بود. از عهده نابرایی، کارناشایمی بک صبور بود. بک صبور به از خودکنی مناپولی سازی ساحه قناعت نکرد و به فروش اموال خدمات زیر رهبریش وسعت بخشید. حالا ببینید بر روی خط اموال دولتی فروخته شده در سال 2014 که خدمات دولتی نظارت استفاده اموال دولتی نشر کرده است، اگر توجه کنیم میبینیم که تنها در همان سال 8 بینای متعلق به تاجیک تلکام با نرخ‌های ارزانتر از زمین زیر آن بنا فروخته شدند.
بیناها حتی از زمین خالی که همون جای بنا رو به مقدار همون بنا است ارزانتر فروخته شده است. زمین خالی کجای بنادار کجا. ببینید مثلا آشیانه یکمی بنای این شرکت دولتی در شهر خوجند کوچه تنبوری نو به عوض 606,000 سامانی معادل 125,500 دلار فروخته شده است. ولی در اصل طبق اطلاع نفری که در مزایده فروش این بنا شرکت کرده است این بنا به پررگی به فروش مانده شده بود. این نفری که در مزایده شرکت کرده است میگوید که حق بیگ صبور از فروش این بنا 200,000 دلار معین شده بود. به نفرانی که به مزایده شرکت دارن علاقه رسانده شده بود که این بنا کسی که این بنا را میتواند خریداری کند باید 200,000 دلار رشوه بدهد، دالیه بدهد. ببینید همین بنا طبق حساب متخصصان در همان وقت بیش از 1,000,000 دلار نرخ داشت ولی به 125,500 دلار فروخته شدگی، قریب 10 برابر کم. بنای دو آشیانه تاجیک تلکام در شهر پنجکین به 663,000 سامانی 132,000 دلار فروخته شدگی. در قرغان تپه به 87,000 سامانی معادل نزدیک 14,500 دلار. در فیض‌آباد و رودکی به 100,000 سامانی 20,000 دلار و در وحدت به 110,000 سامانی معادل 22,000 دلار فروخته شده است. همون وقت در وحدت به 22,000 دلار یک خانه یک حجرگی می‌خریدی، یک خانه یک کمناتگی به نرخ یک خانه یک کمناتگی یک انشاءات بزرگ فروخته شده است. یک قسمی بنای عطیه 35-36 در شهر دوشنبه هم با قیمت خانه یک حجرگی به 121,000 سامانی معادل 24,000 دلار فروخته شدگی. فهمده شدید؟ خیلی. ATS تاجیک تلکام در خاروخ 11,000 سامانی 2,200 دلار نرخ گذاری شده است. فهمده شدید این بی‌انصافی ها را؟ اموال دولتی را مثل میراث بابایشان که به او هیچ خشت نگذاشته است خیر بیار فروشم چیکار میکنم یگون به این فروخته پرتفتگی به کیسه زدگی پول را. حالا طبق معلوماتی که به ما رسیده است هنوز سال 2014 با رازیگی حکومت تاجیکستان و شخصا امام علی الرحمن بین خدمات علاقه و شرکت خصوصی شرطنامه امضا می شود که تمام عملیات پولی و مالیوی خدمات علاقه و تاجیک تلکام توسط این شرکت صورت می گیرد. مؤسس این شرکت چی خیلی که علاقه تماشابینان گرامی فهمیدید انا همین جناب بیگ صبور است. جناب بیگ صبوری این شرکت چی نام دارد، چقدر درآمد میگیرد و چی مقدار انداز میسپارد ما نتوانستیم معین کنیم. متاسفم. آخرین ضربه بیگ صبوری به ساحه علاقه تأسیس مرکز یگانه کمونیکاسیونی علاقه الکترونی بود که قرار درباره آن با امضای شخصی امام علی الرحمن 30 دکتر سال 2015 صادر شد. این قرار عملاً کل اینترنت کشور را به دست بیگ صبور سپارید. تمام اینترنت تاجیکستان طریق این مرکز وارد می شود و کنترل می شود. این قرار شاید ضررآورترین مونوپول در کشور را تشکیل داد و امنیت کشور که
خود بیگ صبور همیشه از آن سوء استفاده میکند به دست یک نفر رشوه‌خوار به صلاحیت، به سواد، نامتخصص، دزد و تملق‌کار سپرده شد. بر ضمن این همه بیگ صبور شهروند روسیه است. بیگ صبور رئیس خدمات علاقه، خدمات کی، تمام گفت و شنودهای ملت، تمام علاقه های مردم تاجیکستان، هم حکومت تاجیکستان را نظارت میکند. رئیسش شهروند روسیه است و آنجا چند خانه و شرکت دارد در روسیه. یعنی امنیت تاجیکستان به دست شهروند کشور بیگانه سپرده شده است. ببینید تماشاگران گرامی، پیامدهای این خیانت به کشور و ملت هنوز تحلیل نشده و روشن نیست، اما اولین پیامدی به چشم میرسیده تشکیل این مرکز این بود که همگی 1 سال بعد از شروع فعالیت آن و به کار شروع کردن آن، تاجیکستان با بحران کمونیکاسیونی مواجه شد. ببینید روزهای 5 6 می سال 2018 را در یاد دارید. درست همه شرکت های اینترنت رسان بجز تاجنت برای چند ساعت اینترنت را قطع کردند. بعدا این کار چند بار تکرار یافت. حالا یادتون هست من در بالا چه گفتم؟ 1 ساعت اینترنت قطع شود در یک کشوری که با زمان خود را سازگار کرده است، با زمان خود را همپو کرده است، ضررش به کشور مثل آن است که 1 ماه به تمام زمین های کشاورزی تاجیکستان آب داده نشود، سوخته رود. ضررش همان قدر است. 1 ساعت اینترنت داده نشود. از زمان عمومی شدن استفاده اینترنت، این اولین حادثه قطع شدن اینترنت به این مدت طولانی و در سراسر کشور بود. مشکل اساسی در آن است که اینترنت رسانی از طرف تاجیک تلکام مونوپول شدگی است و این شرکت می تواند هر زمانی که خواهد، دلش خواهد، اینترنت را در کشور قطع کند یا در صورت رخ دادن صدمه در فرض کردیم در ناقل های تاجیک تلکام برای اینترنت رسانی هیچ جایگزینی دیگری وجود ندارد. تاجیک تلکام به یک صدمه دچار شد، تمام در تاجیکستان تا درست کردن تاجیک تلکام اینترنت نیست، برای اینکه مونوپولیست است، مونوپول شدگی است. رقابت در این ساحه وجود ندارد. باید همه شرکت های موبیلی که در تاجیکستان فعالیت میکنند از این ساحه بپرسند که چیکار بکنند و باز آنها را مجبور کردگی هستند که باید اینترنت را از همین ساحه بخرند، از ساحه علاقه بخرند. حق ندارند خودشان مستقلانه از کشورهای دیگر به تاجیکستان اینترنت ارزان وارد کنند، حالا که این شرایط وجود دارد. ببینید قرقیزستان همسایه از خطای اینترنت ارزان میخرد، حالا میخواهد تاجیکستان را دست سیوم کرده به تاجیکستان اینترنت بفروشد. اینترنتی که از با نرخ ارزان از خطای خریده است به خودش بسندگی میکند و زیاد میکند و برای اینکه همین نرخ ارزان را از دست ندهد میخواهد یک قسمش را به تاجیکستان بفروشد با نرخ قیمتتر و تاجیکستان را دست سیوم کند. ما که قریب 2 برابر اهالی قرقیزستان اهالی داریم، چرا به همون نرخ قرقیزستان خریداری کرده است اینترنت را با سرعت و بلند صفت را خریداری نکنیم و از ما زیاد نمیکند؟ انشاءالله زیاد کند با افغانستان میفروشیم. چرا این کارو نکنیم؟
چرا امروز محض در تاجیکستان نسبت دیگر کشورهای همسایه اینترنت پست صفت است، صورتش نهایت پست است، محصول دستی همین بیک صبوری دزد و غارتگر و رشوه‌خوار است. ولی آنهایی که در تاجیک تلکام کار میکنن، نامشان کارمند تاجیک تلکام است، در ساختمان بناهای بلندآشیانه بیک صبور کار کرده میگردند. برای اینکه بیک صبور گفته است که آمده در ساختمان اگر بپول کار نکنی از تاجیک تلکام صورت میکنم. انا همین آدم قضای رئیس جمهور، اگر همین آدم قضای رئیس جمهور نباشد، هیچ پیوستگی به همین بند نداشتگی باشد، در سایه علاقه متخصص نیست، سایه علاقه را تماما نمیفهمد، فهم و درک این سوها را ندارد، چه خیلی میتواند رئیس خدمات علاقه باشد؟ خریدگی از یک جای سیر در آمد را. اکنون ببینید تماشاگران عزیز، در شرایط فعلی جهان بدون اینترنت ماندن یک کشور حتی برای چند دقیقه نه تنها به بی‌خطری معلومات بلکه به بی‌خطری عمومی کشور نیز تهدید بزرگ حساب می شود. ولی برای عائله رئیس جمهور درآمد شخصی اعضای آن همیشه اولاتر از همه چیز در کشور است. این بود برنامه تحلیلی امروزی دیدگاه. تماشاگران عزیز، فردا نصیب باشد ساعت 18:30 به وقت مسکو و ساعت 20:30 به وقت دوشنبه در برنامه تحلیلی دیدگاه در پخش مستقیم با می‌خوریم. پخش مستقیم که گفتم انشالله برنامه را با هم گرفته میبریم و یکایک شما میتوانید شرکت کنید. موضوع ما در برنامه فرداینه استقلالیت تاجیکستان خواهد بود. سلامت و اثر بلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه